سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیو امروز در مورد سوال یکی از دوست ما است که پرسیده بودن که ما چرا در پالوی ازی که شما تئوری موسیقی هندی را درس میدین و سرش گپ میزنین، ویدیو تهیه میکنین، چرا اصطلاحات اروپایی را هم استفاده میکنین؟ یعنی اصطلاحات موسیقی بین المللی را هم چرا استفاده میکنین؟ آیا ضرور است که ما هر دوی از را یاد بگیریم یا یکیش ضرور است؟ دوستای عزیز، هر علمی که در دنیا از فعلا است، اینا یک لسان دارن از خود. مثلا اگر در علم فیزیک، امو ساین هایش، امی فرمولایش، امی لغت هایی که استفاده میکنن، اگر امیها نباشه چطور او علم بتونن که مثلا دوایش کتاب نوشته کنن؟ چطور بتونن که او را از یک مملکت به دیگه مملکت او را ارسال کنن؟ چطور بتونن از علم یکی دیگه کل دنیا، از علم یکی دیگه، از داشته های یکی دیگه خود چطور بتونن استفاده کنن و چطور یک جای بتونن امو علم بالا ببرن و پیشرفت بدن و رشد بدن؟ از او خاطر یک لسان، علم در خود یک لسان داره، لسان مخصوص داره. و درست است که من ویدیوهایی که تهیه میکنم چرا ما زیادتر هر دوی هم تئوری هندی و هم تئوری اروپایی استفاده میکنم، چون که این ضرورت است. تئوری هندی به خاطر استفاده میکنیم که در افغانستان زیادتر مردم به راگ‌ها عادت دارن و شنیدن و بلد هستن و میخوانن. و در البته در افغانستان هم در یونیورسیتی و اینجا حتما موسیقی بین المللی استفاده شده و موسیقی هندی که از فقط این در چوکات یک تعداد محدود از مملکت ها استفاده میشه. خود هند است، مثلا پاکستان است، کشمیر است و افغانستان است و نیپال است و بعضی جاهای دیگه نزدیک هند باشه. بسیار کم جای است که این موسیقی استفاده میکنن. و موسیقی بین المللی حتی در داخل هندوستان همچنان استفاده میشه. یعنی راگ و مسئله فهمیدن راگ و در کار کردن در راگ، اینا که هستن، اینا موسیقی در موسیقی کلاسیک هندی استفاده میشن، در حالی که تقریبا تمام کسایی که مثلا در بالیوود هم میخوانن، اینا از روی شیت موزیک ها میتونن، از روی ورق میتونن نوتیشن بخوانن، اینا میفهمن، قوانین میفهمن. یعنی فهمیدن تئوری موسیقی بین المللی برای هر کس بسیار مهم است، به خاطر از اینکه در موسیقی باید آدم باسواد شود. شما فکر کنین که اگر ما بفهمیم اصطلاحات موسیقی بین المللی رو، مثلا ماینور و میجر بفهمیم، ماینور و میجر یک نوع فرمول هستن که در این فرمول تشریح میده که چطور نوت ها رو باید استفاده شوند. و اگر ما مثلا امیر بفهمیم، ما یک چیزی اگر سوال می داشته باشیم، سرچ میکنیم در اینترنت، به بسیار آسانی ما میتونیم که سوالای خود جوابش پیدا کنیم. اگر ما اصطلاحات نفهمیم، اگر هر چقدر برای ما کس تشریح میکنه، ما بازم نمیفهمیم، چون لغت ها رو نمیفهمیم، چون اصطلاحات رو نمیفهمیم. از او خاطر بسیار زیاد مهم است که ما لسان بین المللی موسیقی رو بفهمیم. اگر ما نفهمیم، خود ما رشد نمیکنیم، پیش نمیریم، چون موسیقی امروز دیگه از این راگ و از این مسئلات تات و راگ اینا دیگه برآمده، اینا بسیار وسط پیدا کرده و این یک جزء بسیار محدود است برای مملکت های محدود و دمون مملکت هم، حتی دمون مملکت هم یک قسمت های محدود است که ما از اون خاطر ضرور است که ما همزمان اردوی اصطلاحات یاد بگیریم که باز ما بتونیم که خود به مساحت جهان، اگه خدا خواسته باشه که زحمت بکشیم و ما برسونیم یک جای خود. در غیر از ما بندی میشیم، در یک اتاق بندی میشیم، در بندی راگ و موسیقی هندی میشیم، دیگه ما نمیتونیم که پیش بریم. دوستای عزیز، اگر یک کسی خوب مینوازه، خوب میخوانه، اما در اصطلاحات بلد نیست، لسان موسیقی را بلد نیست، در حقیقت امو کس بی سواد است در مسلکی که داره، در کاری که میکنه سوادش نداره. یعنی
بسیار مهم است و بسیار زیباست که آدم بتونه هم سوادش داشته باشه و هم در پرکتیک هم مقبول رو ادا بکنه. فرض مثال اگر آدم اصطلاحات تیوری موسیقی رو نفهمه، موسیقی بین المللی رو نفهمه، مثلا یک کس بگویه که من از کجا میخوانی و حداقل بفهمه که بگویه من مثلا از سی شارپ میخوانم یا از اف میخوانم، یا مثلا اگه کس یک در سیج میره مثلا یک آهنگ میگه که آهنگ کس نمیشناسه میگه مثلا از سی ماینر مثلا میخوانم. یعنی بسیار مقبول است و بسیار زیباست که آدم با سواد باشه و این به نظر من ضرور است که ما شروع کنیم، ما آهسته شروع کنیم یاد بگیریم که ما اصطلاحات اردو موسیقی را، تیوری موسیقی را ما بلد شویم که این بسیار ما را کمک میکنه که ما استعداد ما رشد بکنه و ما بتونیم که زیادتر در خدمت موسیقی قرار بگیریم، در خدمت مردم قرار بگیریم. البته تمام تکنیک های امروز که هست هر چیز بر اساس تیوری موسیقی اروپایی جور شده. مثلا شما استودیوهایی را که موسیقی جور میکنن اینا را که شما ببینید، مثلا افل استودیو، این استودیو یا هر استودیوی دیگه، اینا هیچ کدامش از راگ استفاده نمیشن. تمام از اینا از امی ماینر میجرز استفاده میشن، دیگه اسکیلای دیگه، تمام چیزایی که در موسیقی اروپایی است اینا این دستگاه ها بر اساس امی موسیقی جور شدن و ما امروز روزش است و وقتش است که باید که ما تیوری موسیقی بین المللی بفهمیم. در غیر از اون ما نمیتونیم که از استودیوهای مختلف استفاده کنیم موسیقی جور کنیم. نه مثلا ما میتونیم که امی تمام اپلیکیشن هایی که جور شدن، اکثرا اپلیکیشن ها که هستن اینا در موسیقی اروپایی کار میکنن. یعنی تمام معلومات، تمام رشد موسیقی، هر چیز که شما میبینین در تیوری موسیقی اروپایی، لسان امی موسیقی اروپایی و اصطلاحات امی موسیقی تیوری موسیقی اروپایی استفاده شده. از اون خاطر بسیار زیاد ضرور است که ما این را هم یاد داشته باشیم و بفهمیم. البته کلاسیک خواندن، در راگ خواندن مقبولی شیرینی خاص خودش داره که او در جای خودش است، ولی او نباید که همه چیز ما باشه. ما باید که در پالوی از او یک قسمت کوچک باشه و قسمت بزرگ ما رشد ما در قسمت موسیقی تیوری اروپایی باشه که بخیر در آینده ها ما خودم هم شاگرد هستم، یک جای ما یاد میگیریم که چطور ما نوتیشن از روی شیت موزیک مثلا نوتیشن چه قسم ما بخوانیم. یعنی ما در این آمایستایسته اگر کس شما اگر علاقمندی داشته باشین دوستای عزیز، اگر که بخواین که نوتیشن یاد گرفتن نوتیشن موسیقی بین مللی را یاد بگیرین و تمام دیگه قوانینش اگر خواسته باشین، ما امروز شما یک جای شروع میکنیم که یاد بگیریم. یعنی چیزایی که ما یاد گرفتیم رو میخوایم که امروز شما شیر کنم و کل ما یک جای یاد بگیریم. اینو برای ما کامنت کنین در زیر ویدیو که آیا شما علاقمند از این هستین، میخواین و یا نمیخواین. خب دوستای عزیز، امیدوار هستم که من موضوع را واضح ساخته باشم و متانسته باشم که چیزی که من میخوایم او را بر شما آموتر انعکاس بدم، که مقصد می است که ما مهم است برای ما که ما این اصطلاحات یاد بگیریم به خاطر آسان شدن کار خود ما، به خاطر باسواد شدن خود ما، به خاطر رشد خود ما و به خاطر از اینکه ما موسیقی افغانی را بالا ببریم و امی سطح دانش موسیقی را در افغانستان ما در کسایی که در موسیقی هستن که ما خود ما میخواییم داخل شویم، ما اموتر ایره بالا بوده یک خدمتی کرده باشیم. دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز. امیدوار هستم که در خدمت شما به شکل درستش قرار گرفته باشیم. تا هفته دیگه شما نازنینان همه را به خدا میسپارم. بای بای.